بیا صبر کن. بیا این بر اینجا بشین. وایسا هنوز نریختم. میشه لطفا بیا این بر. آی صبر آروم آروم مامان پسرم. قشنگم قشنگ. بیا سلام بچه ها، چطورین؟ آقا من امروز همینطور که از صدام معلومه، از صدام دستمال توی دستم معلومه سرما خوردم. اومدم قهوه‌مو اینجا توی تخت بخورم. من پماد زینک زدم به صورتم، زینک اکساید، واسه اینکه التهابای صورتمو کم کنه. خیلی موثره همیشه. فاز بازی شدید دیگه، حالا سر صداش میاد. من گفتم بیام قهوه‌مو. سلام عشقم، بیا مامان. من گفتم قهوه‌مو بیام اینجا تو تخت بخورم. یه کتاب گرفتم، فکر میکنم برای 4 سال پیشه اما و نخوندمش. بذار ببینم عکسام. یه جاهاشو خوندم، ببینم تا صفحه چند خوندم. 179 تا صفحه 179 خوندم و هیچی ازش یادم نیست. نمیدونم چرا اون موقع اونقدر جذبم نکرد که بخوام ادامش بدم. بعد از اونجایی که تا یه کتاب رو تموم نکنم نمیتونم برم کتاب بعدی رو بخونم و 4 ساله که من یه کتاب درست نخوندم. سر همینه که اینو تمومش نکردم. یه کتاب دیگه داشتم میخوندم، دارالمجانین، اونم تمومش نکردم. بعد سر اینکه این دوتا تموم نشده هیچ کتاب جدید دیگه شروع نکردم و این خیلی بده. حالا میخوام اینو شروع کنمش بخوندن، حداقل روزی چند صفحه رو بخونم زمانایی که اینجوری بیکارم. طلسمش بالاخره شکستش بعد 4 سال. امروز یه روز خیلی معمولیه واسه من. حالا جدا از این که دارم کتاب میخونم، من صبح همیشه همینجوری تنها با صدای تافی بیدار میشم، با پرشای تافی، گاز گرفتناش بیدار میشم، میرم بهش غذا میدم و دیگه به کار خودم میرسم. ببینیم یه روز از تنهاییام چجوری میگذره. خواستم اینو به شما هم بگم، نشونش بدم، شاید واسه تون جالب باشه.
سلام، خوبید بچه ها؟ اما تو کادرم حالتون چطوره؟ شما منو دارید پیوسته میبینید، من غذا درست کردم خوردم و فکر کنم دیدید، ولی من این بین رفتم واسه خودم یه 3-4 ساعت خوابیدم. فکر میکنم از ساعت 3:30 خوابیدم تا 6 و 6 به زور بیدار شدم. 5:30 قرار بود به دوستام زنگ بزنم باهاشون صحبت کنم، ولی هنوز حتی نتمام روشن نکردم. واسه خودم الان یه چای ریختم بشینم چایمو بخورم یکم سرحال شم، بعدش به دوستام زنگ بزنم و بعد از اون بشینم همین ویدیوی امروز رو ادیتش کنم و همین دیگه. هیچ کار خاصی هم ندارم بکنم. متاسفانه این سرماخوردگی خیلی خیلی گلومو داره میسوزونه. آبریزش بینی شدید، کناره های بینیم داره پوسته میشه. کناره های بینیم داره پوسته میشه و دائم باید هی مرطوب کننده بزنم. یه بار میزنم دوباره پشت بندش باید دستمال بکشم و همش پاک میشه دیگه. هم حالا هم که دیگه منتظر نشستم این کارامو بخوام بکنم تا وقتی که خشایار بیاد بریم واسه یه ویدیوی بعدی یه سری خرید ریز میز انجام بدیم. یادم رفت اول این ویدیو به خاطر صدام ازتون معذرت خواهی کنم. صدای منو به بزرگی خودتون ببخشید. باز اینا شروع کردن سر صدا. خب دیگه من برم چایمو بخورم تا این بچه های همسایه شما رو هم آسی نکردن، غیر از من شما رو هم دیوونه نکردن.